دوستا رفقا فکر کنم قیامت به پا شد دیگه، نه بخیر جانا الان از داشت در میارم لالا زری بیا یک ببینین کیچی دیگه. ببین دیگه جانمه بیا نگاه کن بذار در داشت شما منم که نسیزم اغم تو سکو جان است. ببین لالا ظریف الان دیگه قیامت ببین دیگه لالا ظریف دیگه ببینیم دیگه بخیر. قیامت دوستا ببینیم رفقا دیگه ببینیم. نگاه کنین دیگه. دوستان عزیز قیامت بزنیم سکو لالا ظریف یاد بگیر قیامت درست کردنه بسم الله. به به. سکو بعدی ما بالا میکنم برای تو میدم سکو لالا ظریف سکو که بودید من تو خودی میده به به گوشتا بیرون شد از بین اینا. این نون بربری از کجا اومده؟ بالمون نون بربری پیدا میشه مگه؟ اینا بربری رفقا بالمون پیدا میشه، چرا که نمیشه؟ شهر کسیل از اینا هست، مغازه فنجان قند داره از اینا. جا فنجان هم خیلی، جا تمام دوستان خیلی. دوغان هم از اونجا گرفتم. به به دوغ گازدار دیگه، درسته؟ گازدار هموته دیگه سوزی به به. این مخلفات دونه معرفی کنیم بی زحمت. اینا قوم خیشا کیچیره اینا باید باشه، چون نباشه نمیشه دیگه. سبزی دو مدل زیتون سیاه و زرد. نگاه کن اینا خود شما میشناسین دیگه. این دیگه فکر کنم مادر خر باشه، همون سلاتا که میگن. آره دیگه اینا کیچیری باید باشه دیگه. اینا رنگ خود شما میشناسین دیگه. این هم سیر تروشیه دیگه، درسته؟ اینا باید باشه. پل اینا ماسه، اینا که بیاست تروشی، اینا که دیگه عقم سایه‌ای و جای دوستا خیلی دیگه، دوستا دیگه. ببین که قیامت رو شما نشوندم. حاضری فهمم. اصل قیامته. سکو داده بیداد در میری دو مشکی چیری تیار میگنی قیامت دارم. سکو ایشه تفتوله میکنه. سکو کجا شد دمچوک؟ سکو ای دنبه. حالا بسیم سرعت خونه مورد. سکو یک مشکی چیری تیار میکنه. آی میته کنو قیامت کنو فلا کردم. قیامت بزی میگن جانمه. دوستان عزیز بفرمایید برها آماده شد که چیری همه شد آماده شد. فقط تنها خواهش که شما دوستا دارم بی زحمت دیر ویدیو شریک کنید که به دست لالا ظریف احمد برسه که دیگه از این وقت نه کیچیری قیامت بزی میگم. یعنی شما دیگه چالش دادین دیگه ظریف احمد دیگه. دعوت کردیم در واقع که بیاید دیگه بخیر بالما. بخیر ان شاء الله که بیاید ان شاء الله بیاید. خدا با سری بعد باز بخیر خوشی از این بی‌ترترا وارد درست میکنم بخیر خوشی ان شاء الله. لالا ظریف احمد یادت نره خودت هم دیگه کاسه تو چالش میدم جانم دیگه وای تناشه و تو دیگه بگی اینجوری گونه‌گیری کنی که نمیتونم بیام. بیا در خدمت هستم کل بگای در میشی در خدمت جانم. تیار خوشحال باشیم دوستا رفقا. با اجازه همگی شما با شروع میکنیم دیگه جا همگیتون خالی موفق و مایان باشیم دیگه. خیر بینیم ویدیو شریک کنیم که تا دست او دلبر نازنین ما برسه که بخیر صدای ما رو بشنوه دیگه. موفق باشیم. خداحافظ.